درخشان و از با میان بگو، از سرزمین مادری از هراجان بگو، از ساروان و امالا محمد جان بگو، از زیارت سخی یا شاه مردان بگو، از دلای شاد بگو هرچه باد و باد بگو، از هرچی خدا به ما داد و نداد بگو، از اون روز که پادشاه دست رعیت میبوسید، دما بین زمینا کسی خشخاش نمیدید، کسی دوستی نمیکرد و حق خورده نمیشد، بین وزیر وزرا و جنگی بوتل نمیشد، زندگی خوب تیر میشد بچه زود کلان میشد، هر نیم ساعت انتحاری نمیشد، طفل گریه نمیکرد و خانه در جنگ نمیسوخت، هیچکی برای پول و مال دخترشو نمیفروخت، هرکی نمیگفت و دولت مستقل میبود، کار قومندانا ما هم جسمازی نمیبود، ولی یک روز خوب میشه بازم مختاب میخوابه، بازم در سرزمینیم خورشید خانم میتابه، دیگه غمی نداریم چون نسل جنگی نداریم، بین دشت و بیابان ما قبری جمعی نداریم، ما هم میخوایم بخندیم از هیچ کسی نترسیم، در کنار خانواده قطع غنی برقصیم، نه ای که تنها باشیم از مادر جدا باشیم، در اول جوانی ما ولگرد دنیا باشیم، کاش که خدایی بشه زندگی ما سر بشه، ما که لحظه سخته یک فکر معنی شه. ای سرزمین پر ستاره باد برمیگرد ما دوباره تا پر کنیم تمام جان تو را. ای سرزمین پر ستاره باد برمیگرد ما دوباره تا پر کنیم تمام جان تو را. من میخوایم از جای براتان بگویم که مردمشان دو نزد جنگ بود، در دست خورد و کلان ما تفنگ بود، در سرکای ما تو و تانگ روان بود، بازی کودک افغان قد سلا بود، کلانای ما در فکر جمع اصلاح بود، هر کی کوشش میکرد برای زنده ماندن، هر کی جستجو میکرد راه برای گریختن، کل افغان مهاجر شد در ملکای بیگانه، در ایران و پاکستان اروپا و امریکا، فهمیدی افغانستان چرا مهاجر دارن، طالب الله اکبر میگه و سر میبره، طالب آدم میکشد در نام جهاد، باعث شد افغانستان شهر پر از فساد، یک حیوان وحشی در نام و رسم خدا تصمیم گرفته و نابودی ملت ما، حالی هم آرامی نداریم از طالبا، با انتحاری و انفجاری و دزدی آنها، به خاطر این مشکلات آمدیم اروپا تا جان ما در امان باشه از خائنا، هیچ وقت از یاد ما نمیره او روزای جنگ و حیوانای بی خدا، میخوایم گذشته خدا از یاد ببریم، میخوایم آینده خدا پیش ببریم، میخوایم شروع دوباره داشته باشیم، میخوایم هر چی دیگر را داره داشته باشیم، کل بچه های افغان در ملکای غریب دور از پدر و مادر باشه آمده عجیب. ای سرزمین پر ستاره باد برمیگردیم ما دوباره تا پر کنیم تمام جان تو را. ای سرزمین پر ستاره باد برمیگردیم ما دوباره تا پر کنیم تمام جان تو را. تا حالا فکر کردی طالب چه میکنه؟ فقط بچه بازی ها آدم میکشه، یا که زنا را در قب میبره، دد سنگ بزنه تا بموره، کار طالبی شده که ملتی عزیز مرا آواره کنه، بین تمام کشورهای جهان کشور مرا نشانه کنه، کشوری که فقط مرمی و بم دیده، کشوری که فقط سختی و جنگ دیده، مردمی که فقط ذلت کشیده، ملتی که فقط حسرت کشیده، دولتی که نمیتونه سختی را کم کنه، پلیسی که نمیتونه درگیری کم کنه، تا وقتی که شرایط این رقم باشه افغانستان نمیرسه اونجا که جاشه، وقتا فقط باید اونجا جان بکنی، مدن نمیشه که بگی باشه صحیح، بین بعضی وزارا و کابینه ما، بین رفیق رفقای دولتی ما، این دیگه وضعیت زندگی ما، سرگردان و آواره در کل دنیا، تنها باید بگردیم و همیشه تنها باشیم، حتی در وقت مردن از همه جدا باشیم، در جا باید بزنیم و همیشه در جا باشیم، دور از پدر و مادر در گوش دنیا باشیم، اینا کلگی